من زینبم من از غصه جان بر لبم من از غصه جان بر لبم من آهش که در سینه مانده جانش که بر لب رسیده نقش دلش شد عزای یک بانوی قد خمیده رفتی ندیدی که زینب در کوچه ها در به در شد در موج نامحرمان بود با قاتلت هم سفر شد من زینبم من زینبم من از غصه جان بر لبم من از غصه جان بر لبم من یادم نرفته نباید دل از من و نیزه ها بود افتاد در پیش طفلت سنگی که کنج لبت خود حسین من موقعی که تلاوت قرآن میکردی روی نیزه با سنگها به لب و دندانت میزدم اما بعضی از نانجیبا چنان با سنگها میزدن که سرت از روی نیزه جلوی چشم طفلهایت افتاد در پیش طفلت سنگی که کنج لبت خود آهی سفر کرده بازامو بنگرد بارم این مرگ تدریجی من جان دادنی بی شماره آخه چقدر مصیبت ببینه زینب چقدر تحمل کنه این همه مصیبت دید در مجلس یزید ملعون میخواست بیبی را تحقیر کنه گفت حالا که مردهایتان را بدنهایشان را پاره کردیم سرهایشان را روی نیزه زدیم حقشان بود خروج کردن علیه خلیفه گفت نظرت چیه؟ بیبی زینب صدا زد ما رأیت الا جمیلا من زینب جز زیبایی چیزی را نمیبینم چرا که همش در وای خدا بود از 4 سالگی زینب همش مصیبت دید همه میدانی مصیبت جدش را دید طوری نکشید مصیبت مادری پهلو شکسته را دید کنار بستر مادری پهلو شکسته نشسته گریه میکنه ناله میزنه مادرم برای زینب وصیت میکنه زینب جان کربلا من نیستم بار آخری که حسین من میدان میره جای من زیری گلوی حسینم را ببوس یک روزی هم کنار بستر فرق شکافته بابا ناله میزنه جلوتر که بیایی یک روزی هم صدای ناله امام مجتبی را میشنوه بگه زینبم بیاید زینب جان خواهرم یه تشتی هم با خودت بیار جگرهای پاره امام مجتبی را میبینه اما تنها دلخوشی زینب حسینه کدام زینب؟ همان زینبی که نگذاشتن بدن تیر خورده و پاره برادر را سیر ببینه روز 11 چه کردن؟ زینب را با ضرب تازیانه از بدن برادرش جدا کرد نگذاشت زینب دل سیر گریه کنه دل سیر عزاداری کنه با بدن برادر درد دل کنه خواهران و مادران
شما اینجا نشستین راحت نالم میزنید یا صاحب زمان معمولا اگر کسی مصیبت میبینه یکی دمی یا زیر بغلایش را میگیرد تسلیت میگه کنارش گریه میکنه اما زینب کسی را نداشت زینب را چه کردن با تازیانه از کنار بدن برادر جدا کرد الله اکبر همان زینبی که گفت تا صدای الله اکبر حسینم را می شنیدم دلم قرص بود حسینم زنده است اما یه دیدم صدای هل و شادی دشمن بلند شد ای خدا چه خبر شدن زمین و زمان دارم می لرزن یه نگاهی کردید یک سر بالای نیزه بلند است سری من ایزه بلند است در برابر زینب خدا کند که نباشد سری برادر زینب دیگه کجا اسم زینب اما یک جای اسم زینب دل شما کنیزان را می سوزاند کجا آن زمانی که زینب را وارد کوفه و شام کردند کوفیان از بالای پشت بامهایشان سنگباران میکرد اهل بیت حسین زینب را با سنگ میزدن یکی ده سنگ میزدن یکی ده دشنا میدادن دلها بسوزه بیبی مجر نداشت اما امام سجاد مجرایشان را از سرشان گرفته بودن خواهرایش مجر نداشت یکی از زنان کوفی از بالای پشت بام سوال کرد ای خانم شما از کدام اسرا هستید بیبی زینب جواب داد ما از اسرای محمد مصطفی هستیم مگر اینجا برای بیبی مجر دادن ما چه اشتباهی کردیم به ما گفته بودن شما اسیران خارجی هستید مردانشان را کشتید زنانشان را به اسارت گرفتید یا صاحب الزمان همان زینبی که امام سجاد به سهل ساعدی فرمود آی سهل ساعدی کمی پول داری به این نیزدارا بدید تا از ناموس ما دور شود اینقدر به ناموس ما نگاه نکنن امروز درد دلهای زینب را برای شما کنیزانش میخوانم مگه یادم میرم من بودم و یک عده دشمن مگه یادم میرم من بودم و چشم نامحرم مگه یادم میرم من بودم و یک مشت حرامی مگه یادم میرم من بودم و سنگای شامی مگه یادم میره اون لحظه تلخی جدایی مگه یادم میره دیدم که زیری دست و پایی مگه یادم میره تنهایی و بی هم نوایی غریبی عالم جانم حسین سالار زینب مگه یادم میره کی بی کفن نادی تو صحرا حسین به خدا یادم نمیره مگه یادم میره گردان و قتل و گاه و غوا مگه یادم میره شد پیکرم برام معما یعنی چی پیکر معما یعنی زینب موقعی که به بدن برادر رسید دید بدن برادر پر از زخم سر در بدن نداره آخه ناجیبا اسبایشان را نعل تازه بستن اینقدر بر این بدن تاختن دیگه پشت روی این بدن مشخص نیست خدایا پشت این بدن کدامه روی این بدن کدامه به این میگن معما خیره خیره نگاه میکنه از روی تعجب صدا زد زینب آیا تو برادر زینبی
ازش جدا نشدم. تو همان حسینی که 1 ساعت 2 ساعت پیش با خواهر خداحافظی کردی، زیر گلویت را بوسیدم. حسین مگه یادم میره اون لحظه های آخرت را. صدا میزد خواهرم زینب برگرد خیمه. زینب جان دلم را بشکن، اینا را هم ندارن نبینی که چجوری سر از بدنم جدا میکنه. برو خواهرم برو اسارت آماده شو. زینبم به فکر من نباش، به فکر بچه های من باش، به فکر مرجعت باش. زینب دیگه کسی را نداری ازم دفاع کنه. زینب مگه یادم میره اون لحظه های آخرت را. مگه یادم میره اون پارا پیکرت را. مگه یادم میره من گریه های مادرت را. مگه یادم میره رو سینه تو پا گذاشتم. مگه یادم میره یاری مرا تنها گذاشتم. مگه یادم میره دردم، مگه یادم میره دردم و بی‌دوا گذاشتن. زینب تا آخر عمرش عزاداری کرد. زینب آب خوش نخورد، غذای خوش نخورد. زینب اون فکر به یاد مصیبت. من زینبم من، از غصه جان بر لبم من، از غصه جان بر لبم من. آهش که در سینه مانده، جانش که بر لب رسیده. نقش دلش شد عزای یک بانوی قد خمیده. رفتی ندیدی که زینب در کوچه ها در به در شد. در موج نامحرمان بود، با قاتلت هم سفر شد. من زینبم من زینبم من، از غصه جان بر لبم من، از غصه جان بر لبم من. یادم نرفته نباید دل از من و نیزه ها بود. افتاد در پیش طفلت سنگی که کنج لبت خود. حسین من موقعی که تلاوت قرآن میکردی روی نیزه، با سنگها به لب و دندانت میزدم. اما بعضی از نانجیبا چنان با سنگها میزدن که سرت از روی نیزه جلوی چشم طفلهایت افتاد در پیش طفلت سنگی که کنج لبت خورد. آهی سفر کرده بازامو بنگرد بارم. این مرگ تدریجی من، جان دادنی بی شماره. آخه چقدر مصیبت ببینه زینب، چقدر تحمل کنه این همه مصیبت دید در مجلس یزید ملعون میخواست بیبی را تحقیر کنه. گفت حالا که مردهایتان را بدنهایشان را پاره کردیم، سرهایشان را روی نیزه زدیم، حقشان بود خروج کردن علیه خلیفه.
گفت نظرت چیه؟ بیبی زینب صدا زد ما رأیت الا جمیلا، من زینب جز زیبایی چیزی را نمیبینم، چرا که همش در راه خدا بود. از 4 سالگی زینب همش مصیبت دید، همه میدانید مصیبت جدش را دید، طوری نکشید. مصیبت مادری پهلو شکسته را دید، کنار بستر مادری پهلو شکسته نشسته گریه میکنه، ناله میزنه. مادرم برای زینب وصیت میکنه زینب جان کربلا من نیستم، بار آخری که حسین من میدان میره جای من زیری گلوی حسینم را ببوس. یک روزی هم کنار بستر فرق شکافته بابا ناله میزنه، جلوتر که بیایی یک روزی هم صدای ناله امام مجتبی را میشنوه، بگه زینبم بیاید، زینب جان خواهرم یه تشتی هم با خودت بیار. جگرهای پاره امام مجتبی را میبینه، اما تنها دلخوشی زینب حسینه. کدام زینب؟ همان زینبی که نگذاشتن بدن تیر خورده و پاره پاره برادر را سیر ببینه. روز 11 چه کردن؟ زینب را با ضرب تازیانه از بدن برادرش جدا کرد، نگذاشت زینب دل سیر گریه کنه، دل سیر عزاداری کنه، با بدن برادر درد دل کنه. خواهران و مادران شما اینجا نشستین راحت ناله میزنید یا صاحب زمان؟ معمولا اگر کسی مصیبت میبینه یکی دمی آیا زیر بغلایش را میگیرد، تسلیت میگه، کنارش گریه میکنه. اما زینب کسی را نداشت. زینب را چه کردن؟ با تازیانه از کنار بدن برادر جدا کرد. الله اکبر. همان زینبی که گفت تا صدای الله اکبر حسینم را میشنیدم